امروز میخوایم کل پفک‌های هایپر استار رو بخریم. میخوایم یه وانت پفک بگیریم. کل پفک‌ها رو میخوایم بخریم بریزیم پشت وانت. بریم چقدر پفک پشت وانت یه 130 سیاوش وانت و ببینیم که توی یه روز یه نفر چقدر میتونه پفک بخوره. هر چی هم اضافه بمونه میدیم به مردم. بیشترین حدی که پفک تو زندگی تا حالا دیدی چقدر بوده؟ تو مهمونی نه اونقدی بازم نبوده. بریم پفک بخریم. بریم. The first nightingale اصلا اینقدر پفک رو میدن بهمون به نظرت؟ حاجی اینجوری که این گفت اینجوری فیلم نگیرید بعید بدونم. آره اونم بعید میدونم بدیم. آقا میبخشید قسمت تنقلات پفک و چیپس کدوم سمته؟ جدا مرسی بیا پیدا شد خودش. عالیه. نگاه تخفیف خورده این شده 22500 به جای 30000 تومان. یعنی ما خیلی بیشتر میشه. ولی میخوای بپرسم ازشون که تعداد نداره. اینا محدودیت داره چه تعداد برداریم یا نه؟ من 100 تا برداریم اوکی. 200 بله. فقط مهمونی ما 150 تا میخوام بردارم. سرویس پفک باز همینجوری سرویس مناظر آتش ماریم بذار اونا رو سر جاش. من اینا رو انجام بعد لوکیشن گرفتم داشت امشب برای خودم فقط 40 41 42 43 44 45 خب 45 46 47 48 داریم چی گویی می‌کنیم واسه آقا 50 تا فیلم داریم 6 تا آره 7 8 50 تا 20 تا چقدر میشه بچه‌ها همون. چون اینجا فیلم برداری 29 بشمار یا خدا 30 31 مدل‌ها یکی وایسا 30 31 32 33 34 35 نمیشه اینجا فیلم گرفت تموم شد 10 تا مشانتیون تو نه دیگه هر چیه داداش 10 تا دیگه میشه 200,000 تومان پول شام من کی میخواد بده نمیتونیم بریم کمتر از یه قلم چون یه قلمه 120 تا یه قلم بنده خدا چجوری میخواد حساب کنه 150 تا رو میخواد بزنه 130 تا صدا تو میکروفون برام مرسی تعداد پفک رو نمیتونی ببری. پرسیدم حالا بچه‌هاتون بچه‌ها همونجای پفک پرسیدم گفتم محدودیت داره گفت نه محدودیت برو مشتریان با مدیرش صحبت کن. نه حالا چند تا میشه برد چجوری 3 تا کارتون. کارتون؟ کدوم رو اون چند مشتری نفری؟ 3 نفری؟ 3 نفری شد 130 تا 130 تا ما شمردیم 30 تا دونه. 130 تا دونه است اوکی. تقسیم بر 3 بشه بگم اوکی دارم یه 20 کارتون میشه چرخ دیگه بیار. نصفشون. اون تو اونم بریزم صندوق مختلف بریم خیلی تخفیف خورده و پفک هم دوست دارم بریز داداش نه قرار شده 3 تاش کنیم بریم جای مختلف شما کمتر بدین اوکی تا حالا سیکیوریتی سر پفک یه نداره آره یعنی آبرونی رفت موجیو یارو اینجوری میکرد چپ براه پفک خریدن نگاه آره خودی کم نمیشه جا من فکر کنم 3 سبد دیگه میخوایم یا خود آجی این تموم نمیشه هیچ وقتی تو عمرم پفکام تموم نمیشه بسته نمیشه درش این دیگه همه رو خریدیم آوردیم اینجا پشته ها میخوایم ببینیم که چقدر میتونیم بخوریم حاجی همه رو چقدر میتونی بخوریش؟ آره تو چقدر میتونی بخوریش من اصلا نمیتونم بخورمش زیاده جدی حاجی خیلی باله پشمو خیلی پفکه ها حاجی واقعا اندازه 3 سال 4 سال پفک این پشت الان پفک تاریخ انقضا چقدره؟ انقضا 525 1405 1404 این یه سال یه سال یه سال هم زیاده بعد حالا میخوام ببینیم چقدر میتونیم بخوریم و اینکه هر چقدر که موند و نتونستیم بخوریم و میدیم گیو اوی میکنیم به مردم حالا گیو اوی پفک گیو اوی میکنیم میدیم اول بریم بخوریم بریم چند تا میتونیم بخوریم تو چند تا میتونی من چند تا میتونم مهتاب چند تا میتونم ببین تا حد ناتوانی میخوری ها حاجی اولیشو با کردم صلوات ببین نوشته چربی اشوا 10.5% ارزش روزانه افزوده من همیشه آرزو اینه یه پفک خودم بخورم حاجی اوکی برای بدنسازی پروتئین 4 تاست 4 تا نمیدونم چیه چک کننده قهار پفک خوری رو داریم 5 دقیقه یکیش دستشه ماشاءالله هر کدومو 4 تا گاز میزنه بچه‌ها من 2 تا خوردم حالا این یه دونه هم یه ذره مونده مهتابم بخوایم یک نبینی؟ دونه یه دونه آفرین
تموم کرد. از 130 تا پفک یه دونه از ایناشو اینقدر خوردم. زرزر می‌کنی خود چند تا خوردی؟ یه دونه من کلشو نخوردی؟ کامل خوردم دیگه. میگم یه دونه. مثل حال بعد شیرینی هست، شیرینی زیاد خوردی. همچی حالی دارم. شیرینی زیاد، این هم شوری زیاده. بابا معمولا اینو میدونی همه جا ممنوعه. معمولا وقتی میخورن که آجی یه چیزی کنارش یه وانت پفک همون روی 130 تا پفک خوردم. سرویس مناطق سیل زده. قیافه اونو بگی تو رو قرآن. بیا پفک بخور بیا. نه کن بابا 300 تا دیگه هست. آقا نرو روش. نه آجی نه روش بره مردم میخوام بخورن اینو. آره چیز میترکه اینا. چه عطری زده آجی. این پاستا میمونه میخوری یهو بکو میری. چه لباش خوشگل شده بیا. لباش همیشه اینقدر پررنگه. نه حالا نیای تو هم اوکی. با اینکه خیلی گشنه پفک نمیشه. پس پفک برای گشنگی نیست. بریم بدیم به مردم. فکر می‌کردم حداقل 30 تا یه چیز حالا بهتون بگم. آقا یه چیز بذار بگم. بچه‌ها ما پفکا رو نتونستیم بخوریم. واقعا هم نمیشد خورد. اومدیم گفتیم کجا پخشش کنیم. 150 تا پفک ما 150 تا رو 130 تا بود البته. اومدیم جلوی دانشگاه. می‌خوایم تو دانشگاه ببینیم. دانشگاه بدیم. دانشگاه، زایشگاه، آرایشگاه. یه جوری استراب دارم. استراب اجتماعیه. وقت بعدیش اینه که اینجا اتوبوسه، وقتی هست اوکی همه چی. وقتی اتوبوس میره یه حجم زیادی از آدما اون منتظرن، الان همه من نگاه میکنن. خلوته ولی خب به نظر من اگه من اینو واکنم سگ پر نمیزنه که اینجا. پفک 3 تومن. خانم میبخشید پفک نمیخورین؟ اینو باش. فکر می‌خواید آقا پفک نمیخورین؟ با نظر پفک. پفک. بفرمایید. 150 داداش پفک نمیخوای؟ یه دونه بردار 300 تا. خیلی پفکه ها. بیا داداش تعارف نکن. پفک دیگه وسط راه میزنی. بیا داداش. اوه ارشیو. فقط اینه که دارن ما رو نگاه میکنن. از اینجا بندازم تو. بعد تو پفک نمیخوری؟ نظر همینجوری. پفک شد نشو. هم زیاد داشته باشی. آقا داشته باشی خوبه. پفک خوبه سلامتی ویتامین P داره. نوکرتم. نوکرتم. ما خودمون ندیده بودیم. خانم پفک نمیخواد. خانوما رد میشن حاجی. خانوما نگاهمون نمیکنن. تو بگو مهتاب. خانوما جاست رد میشن. نگیر. چیزه؟ بچه‌ها پفک میخوری؟ بچه‌ها پفک به خدا. نظری بیا. بابا یکی جدی پفکه. ببرید بخورید. همینجوری 150 تا پفک به خدا. بیا بردار. بابا بیا بردار. مسئله دیگه گرونن پفک ارزونه. همینجوری. چیزی تو ریختی. آقا پفک بیا ببین. بابا بیا ببین بردار پفکه. توش یه خورده سمه. اما دیگه چی تو؟ بیا بردار بابا. پفک خدا پفک. نمیخوای بیشتر؟ نوشه جان. چطوره؟ سلام. بیا ببین. عالی. بزن داداش بزن بدیم بره. بفرمایید. نظر پفک کردیم. آقا بفرمایید. دست ما درد نکنید. 2 تا بردار آقا. داستانش چیه؟ همینجوری. نوشه جان. نوشه جان. قربونت. رایگان. بزن. به چه نیتیه؟ همینجوری هست واسه خودش. همینجوری. نوشه جان. کرد. بیا. چه خبرمو سلام. بفرما. خواهش میکنم. آقا خدمته. پفک رایگان. بعدی بگید کجا باشه ما پفک رایگان بدیم. چی بدیم مثلا؟ اول چیپس میدم. یه 2-3 تا بده. بفرمایید. خواهش میکنم. همینجوری. چی کاری؟ بزنید حال کنید. بزنش کن. نوشه جان. همینجوری خیره. 2 تا بردار داداش. نوکرم. اون عقبی‌ها رو هم بنداز جلو. ما حقیقتش برنامه کردیم. چیه؟ نه بابا اوکیه. مستر بیست ایرانی. برنامه کردیم مهمونی گرفتیم نیومدن. آقا بفرما. آقا بیا پفک. تبلیغات نیست. نه و تبلیغات نه همینجوری. تبلیغات هم باشه رایگانه. بفرمایید.
یکی دو تا برداری. دو تا شما بر. میشه جان. داداش پفک نمیزنی؟ خیلی عصبی بود. منو میزد. دارم با این کانسپت حال میکنم. آره. بچه‌ها تو کامنت ها بگید دفعه بعد چی رایگان بدیم. آقا کجا بدیم؟ کجا بود؟ بفهمم. آش میشه جان. آره بابا. ولی بفرما. کارتخان جدی بذاریم نه بابا کارتخان جواب نمیده آجی. عمو کجا میری؟ بدون پفک؟ دوبارش میشه جان. بریم چیپس چیپس هم بدیم پولمو اینجوری نداده بودم به مردم. آقا پفک. سلامتی. داداش بیا یکی بردار. میشه جان. بیا حالا این دفعه پفک چی باشه؟ بده. بفرما. دو نفر ببر. دیگه همه دیگه دو تایی تموم خانه شد. یه دونه قبول نمی‌کنه. یه دونه میدم میگه نه. یکی من دو سه بارم دیدم دو سه بار اومدن آره. خدمت شما. دو تا شما. دونه ای رایگان پیدا نمی‌کنید هایپر استار پره. جونم آقا بفرما. آقا دیگه نوفرشه. تموم شد. بفرما. آقا ترافیک شد. ببخشید. من معذرت. بفرمایید. خواهش میکنم نوش جان. اونا رو ورد تمام شد دیگه. آره بریم آجی دیگه این چند تا رو بمونه ضایع نیست. بگی دستت بده معبود بگیر دستت دیگه چیه دیوانه تا الکی باز کردیم. آقا بفرما. میشه جان. اینم که اون نصفه من خب باش می‌خوام تو ماشین دیگه. نه همینه. زیاده بخاطر نوش جان. میشه جان. آقا دمتون گرم 150 تا 130 تا در حقیقت پفک رو پخش کردیم. یه سری شعار رفتیم دانشگاه پخش کردیم. بقیه‌اش هم که اومدیم جای دیگه پخش کردیم. خیلی حال داد جی نظر من خیلی حس خوبی ولی داره وقتی به مردم یه چیز رایگان میدی و حالا کوچیک بود واقعا چیز کوچیک پفک بود واقعا. ان شاءالله که بود. بتونیم که تو ویدیو بعدی چیزای بهتر رایگان خفن بدیم. اگه شما که خوشتون بیاد دیگه اگه خوشتون اومد آره حمایت کنید حتما حتما که از پفک شروع کردیم بریم به چیزای خفن‌تر. یهو ژامبون تنوری بیارم تو ویدیو براتون ان شاءالله. نه که ان شاءالله ولی ژامبون تنوری نمیشه. ان شاءالله از چیپس شروع می‌کنیم. نه بعدی کامنت بذارید. جدی بعدی کامنت بذارید چی باشه و کجا بریم. فرانچینسکو لیپیانو فراموش نشه. حمایت کنید ما رو و حتما کامنت بذارید. دارم حرف میزنم آقا. حتما کامنت بذارید که بعدی رو هم کجا بریم همین که چی رایگان بدیم که به خودمون فشارم نیاد البته دیگه. آره دیگه. دمتون گرم. استیک مرغ